او بالا دمیره برمیاد و من اگه نقطه استراتژی ندارم آدم بیا بر نشون نام فامیلت بیا بر نشون گوشکینه سفر چی نقطه چیز است اینجا مهم که من ممکن نیست مرا سیم کنم بازار سیم کنم ممکن است برای چی برای چی بخشش گذاری باران شما را داشتیم خرید اومدن از بازار یک سوالی من همین است که آخران بار کی گوشت خریده بوده شما گوشت ما نمیخرم خودم دورم اولی بیکار از بود نمیتونم یگان چیزا بیرون یگان مایده چیدن ده آخران بار در خانه کی شکم سری گوشت بریان خورده بوده شکم سری معرکه و ممکن خب درود بینندگان صفحه اجتماعی فیسبوک اینستاگرام تیک تاک و یوتیوب دلیر مومدی امیدوارم شما خوب هستید پس از جشن‌های نوروز و پاندمی و کرونا ویروس یک روز زیبایی داشته باشید ما قرار داریم در درآمدگاه بازار سخاوت شهر دوشنبه و از مردم یک نظرپرسی گذرانیدیم و بیاد همراه نظرپرسی را تماشا میکنیم رفتیم بخشش گذاری باران شما را داشتیم خرید اومدن از بازار یک سوالی من همین است که آخران بار کی گوشت خریده بوده شما گوشت ما نمیخرم خودم دورم اولی مال معده داره انا بدم مستقبل میبره من نمیبرم گوشت شما نمیبرین آدم بود نمیتونم یگان چیزا بیرون یگان مایده چیدن ده 2 هفته قیمتش چند بود 56 خریدم چند سوم خلاصه میدونید 55 تومان میگن ولی روحانی رو میکنن با همون اویلم و خطی همون دخترچم رو نمیگیرم چند وقت یک بار گوشت میخرید برای خونه برای خونه خیلی یعنی تمام شد 2 هفته یا هفته یا بار میخرید چند کیلو چند کیلو میخرید 1 کیلو 2 کیلو آیا اینکه قیمت گوشت از 55 بالا شد شما را نگران کرده است یا نه البته نگران کرد بله برای مردم این خیلی حتی بیان دهشت هم هست این نرخ شما هم میدونید از این پرسش هایی که میونی مردم گذرانده میشود حتی بیشترش میگوید که ما امکان خرید گوشت نداریم و هفته ها هم شاید نخوریم گوشت خبر نگران همه را میکنم یا مورد کماغلا گم نمیخوره یک مقدار میشیم دو بار میزنم آخران بار در خانه کی شکم سری گوشت بریان خورده بوده شکم سری معرکه و ممکن خوریم با ای دهقانی و یگان چه میخریم چی دیگه بله حتی آدم‌ها دور میخورن یکی من یک تولوگر چی میخوره شما ما خد دکتر همین ایتون هر کم اصلا همه وقت نمی‌کنی لکن کم بغل خیلی کم فکر یک خودم که آروبکر که خیلی پینتانه ساعت پینتانه گرفت گوشت خریده بوده اردو میخریم گوشت شما گوشت نمیخرین اگه من بیکارم بیکار از میخرم در خانه کی آخران بار شکم سری گوشت بریان خورده بودین گوشت رو نمیکنم کم این خوراکو با کم استفاده میبرم خدا لحظه ها فیصلی بس کی من دلیر ما روزنامه‌نگار شما کی شما کی من از اورچی بازار خود من نشون میدم کجا من آدم اوچا پرسام بتاو به من مادر پرسام که او بالا دمیره برمیاد و من اگه نقطه استراتژی ندارم آدم بیا بر نشون نام فامیلت بیا بر نشون گوشکینه سفر چی نقطه چیز است اینجا مهم که من ممکن نیست مرا سیم کنم بازار سیم کنم ممکن است برای چی برای چی کدوم قانون کدوم دستور کدوم فرمون شما کی من خلال میرسونید شما کی من از اورچی بازار من از آدم اینترویو گرفتم شما چی من خلال میرسونید ممکن نیست که کامera کرد خود بسیار لحظه نباشه خب سلامت باشین یک لحظه نظرپرسی کوتاهی ما بود ما در مورد قیمت گوشت که چرا بالا رفت و پایین رفت تحلیل نمیکنیم فقط نظر مردم را پرسیدیم که یعنی آخرین بار کی گوشت خریدن کی شکم سری گوشت بریان خوردن و چرا گوشت قیمت شد سبب چی شد و کی ارزان میشد این شاید موضوع دیگر و دیگرها از پای این بگردند و یک گزارش علیحده تهیه کنند و من یک جمله را گفتم که سبب این گزارش من چی شد دیروز با یک دوستم قدم میزدم یک دوستم که از نگاه مالیوی یکم به آزادی مالیوی رسیده یعنی صاحب خانه صاحب ماشین در دوشنبه صاحب جای کار هست ولی میگفت که وقتی همسرم برنامه‌ریزی خرید یک هفته و یک ماهه خانه را کرد در تن یخدان نصب کرد من اونجا دیدم نوشته بود کارتوشکا پیاز سبزی آرد و گوشت نوشته بود گوشت داخلی قوس اگر خدا خواهد گفته بود که این موضوع واقعا مرا دقت ما جلب کرد و نگران کرد یعنی امروز ما گوشت حتی خریدش حواله به خدا میکنیم که اگر خدا خواهد ما گوشت درست که حالی اگر خدا خواهد من اینجا گپ میزنم اگر خدا خواهد این ویدیو را میمونم ولی تا این حد برنامه‌ریزی ما در مورد خرید گوشت جدی شده است که حوالهش به خدا میمونیم و امیدوارم
این ویدیو گزارش‌ها و دیگر موضوع اجتماعی که وقتی آخر ما کمتر می‌موندیم برای شما خوش بیاید. نظر و اندیشه‌های تحلیلی و تنقیدیتون را به حقارت بنویسین، تگمچه عالی یا پایین زیر کنین و این ویدیو را برای دیگر دوستاتون بنویسین. و آخران سوال من برای شما همین بود که شما آخران بار کی گوشت خریدید یا کی شکم سری گوشت بریان خوردید؟ زیر این ویدیو نظرتون را بنویسین. با شما بودم دلیر ماملی. زنده باد تاجیکستان، زنده باد عدالت اجتماعی. بدرود.